بچه ها اینجا یه چیز جدید دیدم. این نمیدونم حالا چیز گازوز خیابانی، نوشیدنی خیابانیه. این طعما رو میدی اینجوری برات اونجا میسازه، آبگازدار داره اونجوری برات میسازه. اینجا هر طعمی رو بخوای اینجا برات میریزه و اینجا بطریشو میبنده. تمام. اینجا برات نوشابه درست میکنه دیگه، هر طعمی که بخوای درست میکنه. خیلی چیز باحالی بود، تازه باز کرده بود، گفتم به شما هم نشون بدم. قدیما توی ترکیه اینجوری گازوز نوشابه خیابانی الان بهش میگه درست میکرده، تازه اینجوری بهت میده، در جا میخوری. کارخونه این نیست، یعنی دستیه. چیز باحالیه. کوچیکه 60 تاست، 300 سی سیه، بزرگش 90 تا 420 سی سی. خیلی چیز باحالی بود، خوشم اومد.